سلام هموطن عزیز. خانم‌های افغان که در خارج زندگی میکنن و در سوشال میدیا فعالیت دارن همیشه از شوهرای خود تعریف میکنن. ما به این نتیجه رسیدیم که باید از برازینا یک جایزه داده شود. اما در این ما نظر شما را کار دارم تا او شخص برنده را انتخاب کنیم. بیاین که ویدیو را با هم ببینیم، بعد نظر شما را میخوایم. زنی بیایا آیا چیز خوراک قندم در جگر و نفس بچه ها گلوه را پروی کنن. Baby, calm down, aneme say kare wo kare kamo. Ya gardusu mang meza, gusho shadar sang meza. Yak dor kheja ushlodo, shishta qadem gab meza. Man batu yak khar me kharam tu mashka chella. Man batu yak khar me kharam tu mashka chella. Tu ba mai zabor me shave mera ijazera. Tu ba mai zabor me shave mera ijazera. عاشق دخترها بود هرچه گفته نگفته یک خری به دوا بود او خری نبود بالو بود عاشق دخترها بود هرچه گفته نگفتی یک خری به بالو بود من با تو یک خر میخرم دو مشکه چلا من با تو یک خر میخرم دو مشکه چلا تو بابای زبان میشوی ما مطمئن هستیم که شما آماده هستین که نظرتان را در کامنت باکس نوشته کنین. اما پیش از اینکه کار کنین ما میخوایم یکم معلومات براتون بدم. این ویدیوهایی که شما دیدین هیچ کدام از نه آزادی بود، نه فرهنگی و نه مسلمانی. بجز از فحشا ما کدام چیز دیگر در این ویدیوها دیده نتونستیم. و در این جرم شاور از یا شریک از با خانمای خود به خاطر که از کار و فعالیت آنها حمایت میکنه. یک مرد که در زندگی مشترکه جایگاه و مسئولیت خود نفهمه با می رقم حالت سردچار میشه. مشکل عمده از یا این است که یا جایگاه خود در زندگی مشترکه نفهمیدن، بلکه در حقیقت تا امروزه خود به درستی نشناختن که اینا کی است و چی هستند. نفهمیدن که اینا نر هستند یا مرد. اینا طبیعی نر به دنیا آمدن مثل یک حیوان واره. به خاطر مرد شدن وظیفه و مسئولیت از که باید ادا کنی تا مرد شوی. اینا در یک کار بسیار خوب هستند، در بی‌ناموسی. اینا میفهمن که چطور بالای زن خود تجارت کنن، پول پیدا کنن و برش مشتری بیارن. زنی که حیا نداشت و مردی که غیرت نداشت سرش از زدن است. این حال شما میدونید که نظرتون رو در کامنت نوشته کنین تا او شخص بی غیرت ما انتخاب کنیم و برش جایزه روان کنیم. تا برنامه آینده، خدا یار مددگارتان.